بسم الله الرحمن الرحیم. تو این قسمت میخوایم مبحث سرچ همون جستجو رو کار کنیم. وارد محیط ویژوال میشیم و وارد محیط کد نویسی. خب میخوام یه برنامه بنویسیم که یه بردار 10 تایی رو از بردی بخونه و یه مقداری رو هم بخونه و جستجو کنه که تو اون بردار هست یا نه. مثلا یه مقداری x رو از بردی بخونه و یه بردار 10 تایی هم بخونه، بررسی کنه که xی که خونده تو اون بردار هست یا نه. برای این کار اول یه دو تا متغیر به اسم آی و جی در نظر میگیریم که آی قراره برای ساخت حلقه استفاده بشه، شمارنده حلقه باشه، و ایکس هم در واقع همون عددی که کاربر وارد میکنه که جستجو بشه. بعد یه بردارم از جنس اینت درست میکنیم به اسم آ نیو اینت و که داره 10 تا اندیسه. خب من توی قسمت اول یه تعداد دیتا براتون تعریف کردم مثل اینتیجر، استرینگ و اینا، اما یه دیتا تایپی تعریف نکردم، دیتا تایپ بولیان بود، B دابل O L. در واقع متغیرهایی که تو این دیتا تایپ قرار میگیرن تنها دو مقدار میتونن داشته باشن، یا true یا false. الان مثلا من دیتا تایپ گذاشتم یه متغیر برای این دیتا تایپ تعریف میکنم مثل فلگ. حالا میگم که این فلگ مقدار اولیه‌اش true باشه، یعنی مقدار اولیش درست باشه. حالا کاربرد این کجاست؟ کاربردش دقیقا تو همین مسئله که میخوایم حل کنیم، همین جستجو کاربرد داره. یعنی مثلا من توی شرطم میذارم اگر مثلا فلگمون فالس شد، یعنی این مقدار تو این بردار وجود نداشته، ولی اگه ترو شد پرچم میاد بالا، یعنی دقیقا وجود داشته این مقدار تو این بردار. الان من همین بولیان رو تعریف میکنم و اسمش همون فلگ میذارم. مقدار اولیه اینجا بهش نمیدم چون میخوام داخل حلقه وایل بشینه بدم. حالا میبینید خودتون. من میام حلقه فوری رو تشکیل میدم، آی رو از صفر شروع میکنم، اگه آی کوچیک‌تر 10 بود با آی یه دونه اضافه کنم. خب تو این حلقه میخوام کاربر رو مختار کنم که تا مدت 10 دفعه عدد وارد کنه. این دات پارسه کنسول دات رید لاین بسته. حالا میام اون مقداری که کاربر باید وارد کنه که جستجو بشه میذارم x برابر با این دات پارسه بریم بهشون یه راهنما قرار بدم. اینتر سرچینگ. خب حالا میام آی رو برابر با صفر قرار میدم، به خاطر اینکه میخوام اون رو توی وایل استفاده کنم، توی حلقه وایل استفاده کنم. میذارم تا زمانی که آی کوچکتر از 10 هست و حالا دقت کنید فلگی که تعریف کردم فالس است. من برای همین این بالا فلگ رو بهش مقدار اولی ندادم چون دیگه میخواستم تو همین بهش بدم و فلگ فالس است. تا دو تا مساوی قرار بدیم براش. فلگ فالس است اگر بردار آی مساوی x بود، فلگ رو ترو کن، پرچم رو بیار بالا. در غیر این صورت آی رو بهش یه دونه اضافه کن که مجددا حلقه تکرار بشه و میبندم. حالا پس من اینجا چی گفتم؟ گفتم تا زمانی که آی کوچکتر از 10 هست و پرچممون پایینه، تا زمانی که پرچم پایینه، اگر ادامه میده میشموره آی رو میشموره میره جلو تا 10. اگر بردارمون با اندازه آی برابر با x شد، برابر با عددی که وارد کردیم شد، پرچم رو بیار بالا، یعنی عدد پیدا شده و تموم میشه این حلقه. در غیر این صورت مجددا دوباره به آی اندیسی اضافه کن و برو اندیس بعدی رو بررسی کن، بردار خونه بعدی رو بررسی کن. حالا از حلقه میایم بیرون و یه شرط دیگه قرار میدیم، میگیم حالا اگر فلگ ترو بود، یعنی فلگ ما حالا اگه پرچم بالا بود
تگ رو براش باز میکنم و میگم که کنسول دات رایت بوردار این بوردار این میبندم اینو کنسول مجددا دات رایت لاین این رو هم باید لاین قرار بدیم کنسول دات رایت لاین ایکس و بوردار رو میبندم و شرط رو میبندم تگش رو. در غیر این صورت حالا این شرط برقرار مثلا نبوده، یعنی پرچم دیگه بالا نیامد، درست نشد. در غیر این صورت console dot write line not found پیدا نشد و آخرش هم میذارم console dot read line. فقط من اینجا اینو باید آی قرارش بدم، چون میخوام بگم توی خونه چندم بردارمونه دیگه این مقدار، یا حالا میتونم اصلا متنش کنم بگم موجود هست. حالا من میخوام نشون بدم که تو خونه چندم هست. و اینکه یه اشتباهی هم که الان ارور داده به من، میگه که مقدار اولیه میخواد متغیرتون. من باید بیام به فلگم مقدار اولیه بدم. حالا من خودم اینو نمیدونستم، حالا مقدار اولیه میخواد حتما، وگرنه ایراد میگیره. خب من اجرا میگیرم. حالا میگه مقداری که میخواد جستجوش رو وارد کنیم، مثلا من اینجا یه 13 دارم، 13 رو میزنم و میگه بوردار این 1، یعنی تو خونه دوم مقداره. گفتم دیگه سی شارپ در واقع بوردارها رو خونه اولش رو 0 در نظر میگیره، یعنی اگه من میزدم 11 میگه بوردار این 0، نمیگفت 1. خب این از این مطلب. حالا من یه بیشتر از این دیگه وقتی ویدیو گرفته نشه دیگه تشخیص تکرار رو نمیگیم، چون مطلب جدیدی هم خیلی توش نداره، فقط بس الگوریتمش که حالا خودتون کار کنید متوجه خواهید شد. اما حالا میریم سراغ مبحث مرتب سازی، همون سورت. در واقع فرض یه بردار به هم ریخته ما داریم، میخوایم که به حالت مثلا سعودی مرتب شه. وقتی بردار رو وارد میکنیم به صورت نامرتب، میخوایم توی بردار خودش به صورت سعودی مرتب قرار بگیره. اینو ببینیم برنامه‌اش به چه شکلیه. اول این تعریف میکنیم، یه متغیری به اسم n که داره 10 تا خونه باشه، قراره این به عنوان بردار اسم بردار باشه، اندازه بردار باشه. یه اینت دیگه تعریف می‌کنیم. حالا بردار رو باید از نوع این تعریف کنیم، اسمش رو A میذارم، نیو مجددا اینت و n، اینی که بالا من تعریف کردم. و الان میام و یه اینت دیگه تعریف میکنم برای اینکه متغیرهایی که برای به اصطلاح حلقه و برای سعودی کرده اینا نیازا رو تعریف میکنم. من حالا این اسم رو انتخاب کردم. حالا شروع میکنم حلقه خوندن رو، یعنی یه فور میذارم، آی رو از 0 شروع میکنم، اگر آی بزرگتر از n بود آی رو به اضافه 1 میکنم، تا یه حلقه رو باز میکنم و برداری که تعریف کردم رو داخل اون قرار میدم. من یه برداری تعریف کردم به اسم A از نوع اینت و کنسول دات رید لاین. حالا اینو به مدت 10 دفعه خواهد خوند، چون من اینو 10 قرار داده بودم دیگه. حالا بعد این مرحله میام یه حلقه تعریف میکنم برای سورت یا برای مرتب سازیمون. اول آی رو برابر با 0 قرار میدم، آی رو کوچکتر از n و آی رو به اضافه 1 میکنم. در واقع تو این مرحله این حلقه رو که قرار دادم اندیس ها رو تا 10 بار میخونه که بررسی کنه که کدومش کوچکتره که اول اون رو بذاره. اولین دقت کنید، اولین اندیس حلقه رو که حالا هر عددی من وارد کنم، ممکن من موقع خروجی گرفتنم، موقعی که خروجی میگیرم ممکن مثلا عدد رو 6 وارد کرده باشم، پس اولین خونه حلقه‌ام 6ه. پس اولین خونه رو حالا هر چی بود، هر چی که وارد کردم برابر با کوچکترین حلقه قرار میدم.
برابر کوچکتر ببخشید خونه قرار میدم و امی رو که تعریف کردم بالا مساوی با آی قرار میدم. یعنی این اندیس آی که اندیس اولم بود رو تو این خونه میریزم و داخل همین حلقه اندیسا که خوندم یه حلقه دیگه تعریف میکنم. جی رو برابر با آی به اضافه 1 قرار میدم. حالا توضیح میدم که چیه این. و جی رو کوچکتر از n تا زمانی که بود جی رو به اضافه 1 میکنم و تکرار رو باز میکنم. خب اینجا در واقع من گفتم که این اندیس ها رو بخون، اولیش رو کوچکترین مقدار قرار بده، کوچکترین خونه قرار بده، اولین عددی که خوندی رو، و عدد مقدار اندیسش هم داخل ام بریز. حالا دارم میخونم که اولین اندیسی که بود رو به اضافه 1 کن که میشه دومین اندیس و بررسی کن که اگر j کوچکتر از مقدار کل اندیس ها بود، یعنی j کوچکتر از n بود، j کوچکتر از 10 بود، بنویس اگر یه شرط براش بنویس اگر j کوچکتر از مینیموم بود، مینیموم رو برابر با j قرار بده و m رو هم برابر با j قرار بده و تا یه حلقه رو میبندم. میام پایین همین میذارم بردار AM برابر با بردار AI و بردار AI برابر با مینیموم. خب در واقع البته قبل از این هم باید بذارم فکر میکنم بردار AM برابر با مینیموم. الان فکر میکنم درست شد و میام این حلقه هم کامل میبندم. در واقع من تو کل این حلقه‌ای که اینجا تعریف کردم گفتم که خب یه اندیس رو اول خونده و برابر با کوچکترین مقدار قرار داده و عدد اون اندیس، عدد اون خونه رو هم که مثلا خونه اول بوده دیگه، 0 بوده، خونه اول بوده و تو ریخته توی M، توی خونه خالی M. بعد تو حلقه بعدیش تعریف کردیم که گفتیم که آقا این اولین اندیسی که خوندیم، اولین خونه‌ای که خوندیم با 9 تا خونه بعدیش بررسی بشه. نکو اینجا توی حلقه تا 9 بار تکرار میشه دیگه. این مقدار تا به مدت 9 بار تکرار میشه و بررسی میکنه که آیا این خونه اول از بقیه کوچیک‌تر هست یا نه. اگه کوچیک‌تر بود که این شرط دیگه برقرار نیستش و اینجا این عملیات رو انجام میده، ولی اگر کوچیک‌تر نبود میاد اون مقداری که حالا کوچیک‌تر شده، مثلا توی حلقه رسیدیم به اندیس چهارم، خونه چهارم، می‌بینیم خونه چهارم از کوچیک‌تر از مینیمومه، پس اونو میاد برابر با مینیموم قرار میده و عدد 4 رو هم میریزه داخل M و اینجام که عملیات در واقع تعویض بردارها انجام میشه. خب حالا من این مرحله رو باید توضیح بدم واسهتون. تعویض پذیری رو فرض کنید من یه خونه دارم به اسم A که توش مقدار 15 قرار داره و یه خونه دارم به اسم B که توش هیچ مقداری قرار نداره. میخوام این 15 رو بریزم توی B، 15 A رو میخوام بریزم توی B. برای این کار من باید از روش تعویض پذیر استفاده کنم، یعنی اینکه بیام مثلا یه متغیر کمکی در نظر بگیرم، مثلا T. حالا من اسمش میذارم T، حالا هرچی. اینو در نظر میگیرم، میگم که اینم توش هیچ مقداری وجود نداره. در واقع میگم که توی قسمت مرحله میگم که T برابر با A. این یعنی چی؟ یعنی اینکه مقدار A رو بریز توی T. همیشه وقتی دو متغیر مساوی قرار میدی از متغیر از سمت راست میخته میشه داخل سمت چپیه. خب پس اینجا یعنی 15 رفت افتاد توی T که خب هیچ مقداری نداشت. بعد میگم A رو برابر با B قرار بده. یعنی حالا مقدار B رو، الان B 0 بود دیگه، پس این 0 B رو میریزه توی A که دیگه هیچ مقداری نداره چون مقدارش ریخته داخل T و بیا B رو برابر با T قرار بده. یعنی اینکه حالا این مقدار T که 15 هست رو بریز داخل B و به این ترتیب به راحتی تعویض پذیری بردار انجام میشه، تعویض پذیری متغیر انجام میشه
و در نهایت دی چاپ میشه. اینجا ما دقیقا همین کاری کردیم، یعنی گفتیم که مقدار آمی که اینجا به اصطلاح اندیسه برابر شد دیگه، بریز داخل مینیموممون. حالا هرچی ممکن اصلا این شرط برقرار نبوده باشه و همینجا ام برابر با آی بوده باشه، فرقی نداره. آم رو بریز داخل مینیموم و آی رو که خب یه مقدار اولیه، یه مقدار همون اندیسه اولمونه، فقط بریز داخل آم و مینیموم که حالا به دست اومده بریز داخل آی. حالا این مینیموم ممکنه همون اندیسه اول مونده باشه، این شرط برقرار نشده باشه و همون اندیسه اول مونده باشه. ممکنه این شرط بارها و بارها تغییر کرده باشه و یه مقدار جدید برسه باشه که به هر حال میرسه داخل آی، میشه اون کوچکترین مقدار. وقتی این کار به اتمام رسید، خب میرسیم به آخر حلقه دیگه. تگ آخر میبینید میرسیم به این آخرش. دوباره برمیگرده و چون هنوز تازه این اولین مقدارمون بود، دوباره برمیگرده و یه دونه به عددمون اضافه میکنه و به اندیسمون یه دونه اضافه میکنه و حالا بررسی میشه. حالا اندیسه دوم بررسی میشه. حالا اندیسه دوم میاد برابر با مینیمم قرار میده، مقدارش هم داخل ام میریزه و مجددا میاد با 8 تا اندیسه بعدی تو این حلقه بررسی میشه که آیا کوچکتر هست یا نه، و به همین ترتیب تا اندیسه دهم تکرار میشه. در آخرش هم که ما خب قاعدتا باید چاپش کنیم دیگه، پس حلقه رو تشکیل میدیم، آی رو برابر با 0 قرار میدیم، آی رو کوچکتر از n قرار میدیم، آی رو به اضافه 1 میکنیم و console dot write line آی حلقه رو میبندیم و در نهایت console dot read line. فقط یه اشتباهی که من اینجا کردم، این تگ رو نباید واسه این حلقه باز میکردم، باید واسه این شرط باز میکردم، یعنی اینو باید بذارم اینجا. در واقع ببینید وقتی ما یه شرطی یا یه حلقه‌ای داریم که فقط یه مرحله قرار توش انجام بشه، دیگه لازم نیستش واسش یه تگ کامل باز کنیم. الان من دیگه لازم نیست مثلا واسه این شرط که داخل این حلقه قرار داره بیام یه تگ جدا باز کنم. من داخل این حلقه یه شرطی قرار دادم که این شرط داره 2 تا مرحله کاره، یه مرحله 2 مرحله، پس باید واسه این شرط من 2 تا تگ باز کنم و این باید خارج از تگ، نمیتونه که شرط داخل تگ خودش باشه. که الان دقت کنین می‌بینید که این حلقه فور باعث میشه که این مقدار کوچکترین مقداری که ما داشتیم، اولین اندیسی که ما اینجا وارد کردیم، مثلا فرض ما 5 رو وارد کردیم اولین اندیسمون، دوم اندیسمون مثلا 12 رو وارد کردیم، الان 5 با 12 مقایسه میشن. بعد مثلا اینو خب نه 5 کوچکتر از 12، پس این شرط برقرار نیست. دوباره مثلا سومین اندیسی که وارد کردیم مثلا 2، خب بعد دوباره 5 با 2 مقایسه میشه، خب آره 2 کوچکتره، پس حالا تو این شرط این مرحله انجام میشه. یعنی 10 بار اینجا اتفاق میفته. اگه کوچکتر واقعا عددی بود، اون وقت وارد این مرحله میشه و بعدش هم که خارج میشه و این مرحله رو انجام میده. خب الان من یه خروجی بگیرم، مثلا 12 وارد میکنم، 67 55 41 9 و میبینی که به ترتیب داره 1 6 9 و به ترتیب تا بزرگترین مقداری که 455 به زیروس هم چاپ میکنه. حالا یه خورده این برنامه سنگین هم هست، همیشه مرتب‌سازی خورده سنگینه، حالا شاید مثلا متوجه نشده باشید. برای اینکه بتونین راحت مطلب بگیریم باید ببینید که مثلا چجوری مرحله ها انجام شده، کار رو چجوری انجام داده. به اینکه یعنی خط به خط بیاین کدا رو چک کنین، بررسی کنین که چجوری مرحله ها انجام میشه. به این کار میگن تریس کردن. در واقع ویژوال استودیو یه قسمتی داره که خودش به طور خودکار بهتون نشون میده که کدا چجوری داره پیش میره و برنامه چجوری داره عمل میکنه. حالا پیداش کنم توی قسمت فکر میکنم دیباگ، توی قسمت دیباگ، توی استپ اینتو اینو که بزنید این ظاهر میشه. نکنید دقت کنید یه فلش اینجا میاد و یه علامت زرد روی قسمت اول مرحله. شما با زدن دکمه F11
میتونی وارد مرحله بعدی بشی، یعنی بهتون نشون میده که حالا نکنین پس تگ باز شد، حالا اولی مرحله رو داره میخونه، دوباره F11 و دوباره مرحله. حالا تو کامپیوتر من باید FNF11 رو بگیریم، بعضی کامپیوترها FNF11 رو باید بگیریم، بعضی کامپیوترها همون F11 جواب میده. حالا من باید مثلا FNF11 رو بگیریم، مجددا میگیریم F11 رو و رفت حالا وارد حلقه شد و حالا اینجا شرطش بررسی شد و اومد و حالا از ما میخواد که یه مقدار وارد کنیم، چون باید اولین اندیس رو اینجا وارد کنیم دیگه، اولین عدد اندیس رو. مثلا من 5 رو وارد میکنم، اینتر رو که میزنم دوباره ادامه مرحله میاد، ادامه مرحله اینجا ظاهر شده، دوباره FNF11، دوباره به آی به اندیسمون رفت از سراغ اندیس دوم و به این ترتیب دوباره از من میخواد یه عدد دیگه وارد کنم. به این ترتیب من مثلا 10 میکنم. به این ترتیب من میخونم تا موقعی که 10 تا رو کامل بشه، 10 تا عدد، یعنی من با 10 تا خونه خونده بشه، بعدش حالا وارد مرحله مرتب سازی میشه، سورت. اینم از روش تریس کردن کدها. یه موضوعی نمیمونه این ویدیو. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.